اثرات بسیار زیاد منفی سر ما و سر تمام مردم گذشت. دقیقا راست میگین، دقیقا همونطور بود. یک سوال البته خصوصی نیست، عمومی است. یک ورزشکار مثل شما که در افغانستان در بخش MMA حرفوی کار بکنه، اگر قرار باشه که نه سفیر نیروهای امنیتی باشه و هیچ درآمد نداشته باشه، یک ورزشکار حرفوی چقدر درآمد داره در یک ماه؟ میتونه زندگی خود تنها از همون پولم پیش ببره؟ والا در افغانستان استاد بسیار کم، یک 3-4 بگویم یا 2 بگویم یا 5 بگویم، 5 تا ورزشکارا بودیم که بر ما خوب است، کلاه مقبول است، خیلی از چیز باید مثلا ما ریکارد میکنم مسابقه میره ما قلب نمادیم زیاد استما را نمیفهمم دیگه از خاطر استاد. یک 5 ورزشکار بودیم که ما از ورزش خود اقتصاد و سیستم خود سپورت کردیم، ولی متاسفانه در افغانستان زیاد بیچاره ورزشکارا هستن که ما در دردشان در غمشان شریک هستن که درآمد اصلا ندارن. چرا یک نفر که حرفه‌ای ورزش میکنه تمام زندگی از او حرفه‌ای میشه. مثلا اگه ما بگم استاد که ما صبح چی میخورم، شام مثلا چی قسم در روزانه چه تمرین کنم و بعدن که ما پروتئین و ملتی ویتامین و دیگه سیستما را باید با خود جور کنم. یعنی یک مصرف بسیار زیاد است که در دنیای حرفه‌ای سخت است. وقتی که یک سپورتر قوی نباشه، اسپانسر قوی نباشه، بسیار مشکل است. اونما است که اکثر ورزشکاران ما متاسفانه دلشان سرد است و درست ورزش نمیکنند. باز این مسابقه‌ای که برگزار میشد به خاطر از خودت نه، در عموم در افغانستان مسابقه‌های عرفوی که باز برگزار میشه جداگانه مثل خارج پول جداگانه هم پرداخت میشه یا ای که همون یک معاش مشخص است که باید پرداخت شود هر ماه؟ نه استاد، افغانستان متاسفانه ما که تعقیب میکردم بیچاره را حتی تو ورزشکارا هستن که خودشان پول میده باز مسابقه میکنن، یعنی در فیس از اون میگیرن که تو 3000 یا 5000 افغانی بودی که تو را مسابقه ما بودیم و سازمان هم چی مقصر نمی باشه که مختار از که هم باز مصرف داره. در افغانستان سازی او قسم متاسفانه سیستم نیست. باز در دنیای دیگه وقتی که ما مسابقه میکنیم در سازمانیم ما که اول باز امرشان قرارداد میکنیم، بر ما تمام جزئیات میگه که بر ما چند روز هتل میده، چقدر پیسه میده، چقدر برد میده، چقدر باخت میده، چند روز دیگه چی کارا با ما میکنم با بیمه و بازی که پایده کلش باز ما که چند جور میم باز چنم میزنیم، باز قرارداد امضا میکنیم میریم بخیر طرف مسابقه. یک چیز دیگه که همیشه ما تشویش ورزشکارا را ما در داخل قفس می داشته باشم، امی حس واقعی را اگر خودت بر من از امو زیر دل بگی، وقتی که مسابقه دارین امی قفس داخل میشین، دروازه قفس بسته میشه دیگه، خودت قرار میگیری امرای حریفت در مقابلت، در دلتان یک تکان یا یک چیز می باشه تنها به خاطر برد و باخت نه که انال من شاید یک مشت بخورم اوگار شوم در رویم بخوره یا چیزه، یا ورزشکار حرفوی هیچ دقیقی از گپا نیست، اما تو دلجم مثل شیر میره دیگه، فقط هدفش برد می باشه. استاد ایره میگم خواه برتان بخیر ترشیح میکنم. وقتی که منتظر مسابقه می باشی ام یه دقیقه ثبت کتیر میشه که مثال برات میگه 5 جوره ماد موبایل تاسین 4 جوره بود، ام یه ثانیه ثبت قیامت تیر میشه که میره مسابقه. وقتی که اما بسیار سخت تیر میشه، وقتی منتظر میشی که طرف قفس میری اونمو لازم سخت میباشه. روزی که وقتی که تو را معرفی میکنن با هر وقت که مثال از تای دلیده برتان میگم که معرفی میکنن در اونجا که می نام افغانستان شمیده میشه و سر بیرق سرشانه بیرق افغانستان باشه، در بگراند بیرق افغانستان اونمو بر ما یک قوت میتن، شخص به خود میگه انرژی میتن. باخت اصلا از این نمیباشه. ما قصفارین میکنیم که بدون قفس ما غلط میخوریم هر روز که با مسابقه آمادگی میگیریم، در قصیلت اونجا اصلا نیستیم. فقط اونجا موضوعی که بسیار مهم میباشه برد و باخت است که از یک کشور نمایندگیش همین کنون اونجاست. من خاطرم بگم استاد برتان وقتی در دبی یک مسابقه بود سال 2018 بود، نامی میگیره که داخل قفس دیگه میشن خدای گرمکاری دارم یک جور روان دوباره از پیش خود میگم تو رفتی زندگی چی مالا یک سال چند مامادگی بگیاله میرون اونجا خوب لط میخوری پس میده تکه تو را میکشی، یعنی چی خواهی کار دیگر را میگید با خود میگم تو این مسابقه آخری مسابقه باشه دیگه کار برای خود جور میکنم.
خب این یک ذهنیت بود پیش ما استاد. وقتی که داخل